البته ببینید پرچم ایران رو دارم، مادرم رو دارم و پایبند به یه قلب و یه کلید پروردگار. منظورش اینه که ما میتونیم دوست داشته باشیم همدیگه رو، ولی عشق از اون کلیده که باز میکنه دیگه، از اون کلیدایی که دست ماست، نه از اون کلیدای الکی. عرضم به حضورتون که همیشه به خاطر تیپ و قیافم قضاوت شدم، ولی به خودم قول دادم که اگر که همه جا برسم پشت آقا، برسم پشت اسلام و الان برسم پشت شما، که بتونم خودم رو ثابت کنم و بگم به خاطر قیافم منو قضاوت نکنید. من دلم با اسلام، دلم با آقاست، دلم با حاج آقاست، دلم با امام حسین مونه، به خاطر اینکه من از بچگی مدعی امام حسین بودم، زنجیر میزدم. و حالا درسته که در این بین من همیشه گفتم، میگم اگر تتو یه فرهنگ بدی بودم، من خودم